شام 13 ماه سال 2023 در شهر پنجکند در یک حادثه ناخوش 7 کارمند اداره آب و کاریز یا ودکانال به هلاکت رسیده یک ساکن محلی در حالت وزنین در بیمارستان بستری کرده شده است. به گفته منابع پایگاه خبری بامداد، در بین هلاک شدگان سردار و سرمهندس کارخانه آب و کاریز پنجکند نیز است. رئیس اداره ودکانال پنجکند اسلامزاده بهرام حسن سال تولدش 1996 از ناحیه دنغره بوده است و جنازه او را برای دفن به زادگاهش فرستادند. بنا به اطلاع دریافتی، حادثه شام شنبه 13 مای در کوچه 50 سالگی تاجیکستان رخ داده است. کارمندان اداره آب و کاریز در اینجا همراه با یک ساکن این کوچه لوله خط کانالیزاسیا را ترمیم می‌کردند. هنگام انجام کارهای ترمیمی همه آنها بر اثر نفس کشیدن گازهای زهرآلود پرتو از هوش رفتند. ساکنان از این خبر یافته همه این 8 نفر را به بیمارخانه بردند، ولی متاسفانه 7 نفر آنها هلاکت جان داده بودند. جنازه های همه 7 قربانی این حادثه را به نزدیکانشان سپردند. یک ساکن کوچه 50 سالگی تاجیکستان که یگانه نفر زنده مانده در این حادثه است، در حالت وزنین در شعبه رانیماسیای بیمارستان شهر پنجکند قرار داشته است. مقامات میگویند تحقیق این حادثه ادامه دارد. تفسیرات دیگر این حادثه فاجعه بار در پنجکند هنوز دسترس نیست. در همین حال در اینترنت رویخط 9 نفر نشر شده است که گفته می شود قربانیان حادثه شام 13 مای در پنجکند می باشند. بنا به خبرها 5 نفر از هلاک شدگان را صبح 14 مای در آرامگاه تگ کمر شهر پنجکند به خاک سپردند.